طلاق اغلب اجتناب ناپذیره. حتی برای افراد مشهور توی کانون توجه هم طلاق اتفاق بیفته. اما طبق قانون خارج از ایران همه زوجها اگر توافق پیش از ازدواج نداشته باشن باید دارایی خودشون رو بعد از طلاق نصف کنن. برای سلبریتی ها طلاق مستلزم تصفیه حسابهای گسترده و دعواهای به همون اندازه بزرگ بر سر ثروتیه که با هم جمع کردن. لیست گرونترین طلاق سلبریتی ها در تاریخ تا سال 2023 از آخر به اول و بدون در نظر گرفتن تاریخ اتفاقشون به این ترتیبه: رتبه دهم تایگر وودز، بازیکن حرفه‌ای گلف و همسرش الی نوردگرد با قیمت 100 میلیون دلار که در سال 2010 اتفاق افتاد. رتبه نهم گارث بروکس، اسطوره موسیقی کانتری و همسرش سندی ماهر با قیمت 125 میلیون دلار که طلاقشون توی سال 2000 اتفاق افتاد. رتبه هشتم نیل دایموند، خواننده و ترانه‌سرای مشهور و همسرش مارسیا مورفی با قیمت 150 میلیون دلار که طلاقشون توی سال 1994 اتفاق افتاد. رتبه هفتم مایکل جردن، اسطوره بسکتبال و همسرش خانیتا وانوی که طلاقشون توی سال 2006 168 میلیون دلار براشون هزینه در بر داشت. رتبه ششم مل گیبسون، برنده جایزه اسکار و همسرش رابین مور که طلاقشون 425 میلیون دلار توی سال 2001 هزینه برداشت. رتبه پنجم شیخ بن راشد، حاکم دبی و شاهزاده حیا که طلاقشون تو سال 2021 حدود 728 میلیون دلار هزینه در بر داشت. رتبه چهارم روپرت مرداک، سرمایه‌دار آمریکایی و همسرش آنا مرداک که طلاقشون تو سال 1999 مبلغ 1.7 میلیارد دلار هزینه در بر داشت. رتبه سوم کیم کارداشیان و کانیه وست که تو سال 2022 طلاقشون 2.1 میلیارد دلار هزینه در بر داشت. رتبه دوم مکنزی اسکات و جف بزوس، بنیانگذار آمازون که طلاقشون توی سال 2019 مبلغ 38.3 میلیارد دلار براشون هزینه داشت. و اما رتبه اول که تعلق میگیره به بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و همسرش ملیندا گیتس که تو سال 2021 طلاقشون حدود 76 میلیارد دلار هزینه در بر داشت.